معترضم. این پروانه نمایش فیلم لامینور منه، فیلم اخیر منه. این شیر نیست، گوش نیست که بگی که تاریخ گذشته. شما به من پروانه دادی، پروانه نمایش دادی، چرا زیر قول خودتون میزنید؟ مرد نیستید، مردانه رفتار کنید. همه فیلم های من رو توقیف کردید، یکی از فیلم های من اصلا مفقود کردید، اون سیاحت در ایران رو از انداختید رو ظرف آشغال. فیلم سنتوری منو آقای جعفری جلوه خود بی جهت جلوشو گرفت و نذاشت درست شبه سینما گفت کمر من شکست. تو کمر تو می‌واسه از اون اول که سناریو رو میخوندی کمر تو میشکست که نمیذاشتی اینقدر ما زحمت بکشیم 2 سال 3 سال یه فیلم کار بکنیم بعد بدیم بیرون. بعد شما بیاین جلو. کی هستین شما کی هستین؟ من کارشناس فلسفه از بزرگترین دانشگاه امریکا هستم. شما دارید فیلم من رو قضاوت میکنی. شما کی هستی؟ چه مدرکی داری؟ چه کاری کردی؟ چه چیزی داری بیرون؟ کی هستی تو؟ پشت پرده مثل اشباح هی به ما اکسادر میکنه. نمیتونم تحمل کنم. من میام تحسن میکنم بیا بذاره ارشاد همراه با دستیارانم تا حقمو نگیرم ول نمی کنم. وزارت ارشاد، وزیر محترم به حرف من گوش بده. من دیگه نمیتونم. دیگه میخوام بجنگم. بیاین بزنید بکشید منو. این سینه من بزنید نابودم کنید بکشید. همه کارتون که هر کار میخوام بکنید ولی من حقمو میخوام بگیرم. حقمو از شما میگیرم.